الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوعی که امروز ما اختیار کردیم پیروی از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، عامل صلح و ثبات در کشور. یعنی همگان میدونند که مردم کشور ما پیروی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بودند. در برابر این علمای گذشته هم فقیه بودند، هم عالم بودند. در برابر این با تصوف رابطه زیچ داشتند. معلوم است که تصوف رویه های زیادی دارد. قریب تا 17 رویه اون را در بعضی کتاب ها خوندم. اما اون تصوفی که موافق با کتاب و سنت باشد و مخالف نباشد. و در خود کشور ما علما با وجود فقیه بودنشان پابند نقشبندی و این چنین قادریه بودند. عبدالقادر جیلانی شخصیتی بودند که قریب 45 فرزند داشتند و 11 پسر آنها پیری مرشد بود. اشاره کردم به سوی تصوف به این خاطر است که حضرت امام مالک رحمت الله علیه یک سخن عجیب تاریخی دارند و در مرقات شرح مشکات آمده است. میگوید که من تفقه ولم یتصوف فقط تفسق و من تصوف ولم یتفقه فقط تزندق و من جمع بینهما فقط تحقق. و پیروی کردن از مذهب یا اینکه تقلید میگویند. البته همگان میدونند که کشور ما تاجیکستان پابند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است و در دوره این مذهب فقهی عبادت خود را انجام میدهند و این را هم به تمام جهانیان سال 2009 اعلام داشتند و از تمام کشورهای مسلمان یعنی نماینده ها آمده بودند و اشتراک داشتند. کلمه تقلید چی است؟ یعنی تقلید همچنان که ابو حفص نصفی رحمت الله علیه گفتند که تقلید تعلیق القلادتی فی عنق الابل، یعنی آویختن گردنبند در گردن شتر. یا اینکه خود ابو حفص نصفی رحمت الله شخصیتی بودند که با سیره تمریز البته آمده است. قریب 100 تا تصنیفات دارند. از آن جمله تصنیفاتی که قریب 20 جزء است قند فی علمای سمرقند و این تاریخ بخارا و علاوه بر این عقاید نصفی دارند که کتاب درسی یا اینکه بالای میزی است. نام اختیارشان ابن احمد ابن محمد ابن اسماعیل است. در سمرقند فوتیدند و البته از در صحبت‌های بعدی انشاءالله چون که پرسان هم شدن پیش از برآمد که حتی از علماهای نامبری که در همین آسیای میانه یا که آسیای مرکزی با وجود فقیه بودنشان از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید میکردند. باید که فرد مقلد یا اینکه پیرو تعصب نداشته باشد به دیگر مذاهب، چون که همه مذاهب اهل سنت و جماعت مذاهب برحق هستند. فقط در اصول یکن، فقط در مسائل فرعی اختلافات نظر وجود دارد و از این اختلافات ما باید دلتنگ هم نباشیم. و نگفته نماند که شریعت بالای مذهب حجت است. مذهب بالای شریعت حجت نیست. یعنی یگان مذهب بالای شریعت حجت شده نمیتواند و شریعت بالای هر یک مذهب حجت است. ما باید خصوصا با مجتهدان مذاهب مختلف، هرچند که با مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه در مسائل فرعی اختلاف هم داشته باشند، ما باید قدرشناس باشیم، با آنها احترام داشته باشیم و پیشوایان را مورد تکریم قرار بدهیم. چون که اگر خطا نکنم صاحب مصنوی میگوید که گرچه مذهب مختلف شد هیچ کس بیگانه نیست، باغبان را در چمن هر گل به رنگ دیگر است. ما باید نسبت پیشوایان مذاهب
با ادب رفتار کنیم و برایشون دعای خیر کنیم. اعتقاد داشته باشیم که در اجتهاد خود به خطا رفته است و چه راه صواب گرفته باشند مأجور هستند. همان گونه که خداوند متعال برای ما آموخته است که بگوییم استعیذ بالله والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. در سوره حشر خداوند می‌فرماید که کسانی که بعد از مهاجران و انصار به دنیا میآیند هم میگویند که پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان آوردند بر ما پیشی گرفتند بیاموز و هیچ کینه نسبت به مؤمنان در دلهای ما قرار نده. پروردگارا تو دارای رحمت و رأفت فراوان هستی. ما باید از این تعلیمات فرموده خداوند متعال دور و همیشه نسبت دیگر خیرخواه باشیم. و این چنین بزرگی هم گفته است که هرچند اهل تصوف بودن از ارکان ایمان نیست، اما گمان نیک داشتن به اهل تصوف این از ارکان ایمان است. مذهب حنفی از نگاه تاریخی اگر ما بینیم اولین مذهب است، چون که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سال 80 هجری به دنیا آمدند. البته درباره پیدایش مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هفته سپری شده یکی از علمای همکار ما در این باره سخن گفتند و با تفصیلات بیان کردند که مردم از این بهره گرفتند. امام ابو حنیفه در سنه 80 به دنیا آمدند و حالا که آخران صحابه‌ای که در بصره خطا نکنم اگر از دنیا گذشتند انس ابن مالک رحمت الله علیه بودند در سال 93 هجری، یعنی با اون واخری داشتن. حتی در بعضی مأخذها هم اومده است که حدیثی هم روایت دارند که طلب العلم فریضة علی کل مسلمی. مذهب حنفی قریب در تمام کره خاکی هر جا که مسلمانان زندگی میکنند از پیروان ابو حنیفه رحمت الله علیه در اونجا یافت کردن ممکن است. مذهب حنفی از ابتدای ظهور خود در کشورهای ماوراءالنهر و خراسان نفوذ زیاد داشت. این به سبب نبود. در مجلس‌های علمی اعتقادی ابو حنیفه رحمت الله علیه نفران زیادی از سمرقند، بخارا، بلخ و شهرهای دیگر شرکت می‌ورزیدند. در سرچشمه‌های تاریخی ذکر شده است که از بین شاگردان ابو حنیفه رحمت الله علیه 18 نفر از بلخ، 16 نفر از مرو، 9 نفر از سمرقند و بخارا، 6 نفر از هرات، 4 نفر از مصر، 3 نفر از ترمیز و دیگران سزاوار منصب قاضی شدند. شاگرد ابو حنیفه قاضی ابی یوسف اولین شخصی است که در خلافت عباسیان به منصب قاضی القضات تعیین گردید و با سعی و تلاش وی دیدگاه‌های فقهی حنفی در محکمه و کارگزاری رسمی دولتی تطبیق شدند. علاوه بر این از ابتدای ظهور 3 مکتب بزرگ در داخل مذهب حنفی عراقی، ماوراءالنهری و مصری به وجود میاد. بعدها سنت‌های مکتب ماوراءالنهری حنفی در هند و قلمرو امپرای عثمانی گسترش یافته است. یعنی پیش از آن که این پیشرفت امروزه وجود نداشت، مردم ما به این مذهب پابند بودند، طبق عمل میکردند و علما خصوصا در شرایط فعلی که وقتی شبکه‌ها انسان تماشا میکنه سخنان وزنی یا که دشوار از زبان بعضی سخنگویان شنیده میشد. اصلا علمای پیشین در این مسئله خصوصا مذهب ابو حنیفه مسئله تحمل پذیر است، خصوصا در مسئله تکفیر کردن بسیار جدیت رو طلب میکنند. حتی اگر علمای گذشته ما بسیار اگر نفر رو اگر بسیار سخت میگفتن بسیار به توفیق است، اما تکفیر نمیکردند، چون که این کاری سهل و کاری آسان نیست. خود کلمه تقلید به معنای اتباع هم نیز میآید. همچنانی که مشهورترین یا بزرگترین امامان زبان عربی ابوزکریا فراد چنین میفرماید که الاتباع ان یسیر رجل و انت تسیر وراءه، یعنی معنای اتباع آن است که مرد به راهی میرود
و تو از پشت وی میروی. اما در اصطلاح علمای دین هر یک فن اصطلاح خود دارد. فقیه ها اصطلاح خود را دارند، اهل سیرت اصطلاح خود را دارد، محدثین اصطلاح خود را دارد. برای مثال وقتی که در فقه مثلا شیخان میگویند مراد امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمت الله علیه است. و اهل سیرت وقتی شیخان میگن حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما است. و در حدیث باشد اگر شیخان حضرت امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیه است. در اصطلاح دین باشد اگر تقلید را چنین تعریف کردند: تقلید اتباع الانسان غیره فيما يقول بقول او بفعل معتقدا الحقيقه فيه من غير نظر و تأمل في الدليل كان هذا المتتبع جعل قول الغير او فعله قلاده في عنقه. یعنی تقلید این پیروی یک انسان از دیگری در آن چی میگوید و میکند و این عقیده و این اندیشه که کرده و گفته و حق میباشد بدون تأمل و نظر به دلیل که تقلید کننده قول و فعل تقلید کرده شده رو همچون گردنبند بر گردنش آویخته باشد. و تقلید کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دو نوع میباشد: فرض واجب و سنت مستحب. تقلید فرض واجب از پیغمبر علیه السلام در اموری میباشد که از نام الله تعالی همچون دین و شریعت امر یا منع میباشد. تقلید سنت مستحب و پیغمبر در اموری میباشد که همچون عادت یا خصلت، مانند پوشیدن از راست شروع کردن، با پهلوی راست خواب کردن، دوست داشتن خرما یا دوست داشتن کدو شوربا. یعنی اینها از خصلت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مسئله اجتهاد که خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد بودند، یعنی خود کلمه اجتهاد و فارسی به معنای کوشش کردن یا اینکه بذل المجهود لنیل مقصود، یعنی تمام کوشش و سعی و تلاش خود را برای رسیدن به اون چیزی که در اختیار خود داره از دانش دینی تمام نیروی خودش رو به این صرف میکنند. کسی اجتهاد کننده رو، کسی که اجتهاد میکند او را مجتهد میگویند. و در اصطلاح چنین تعریف کرده شده است که المجتهد من یحد علم الکتاب و وجوه معانیه و علم السنت بطرقها و متونها و وجوه معانیها و یکون عالما بالقیاس. یعنی مجتهد شخصی میباشد که علم قرآن و معناهای آن، علم سنت را با طریقها، متنها و معنایش از خود کرده باشد و در علم قیاس و شرطهای آن عالم باشد. و این معنی آن را ندارد که مجتهد تمام امور دین وارد شده را باید بداند. در این موضوع علامه بدرالدین زرکشی چنین می‌فرماید: یعنی مجتهد دارای شرایط خاصه خود دارد. یعنی مجتهد شرط‌ها دارد که اولا همچون که در کتاب‌ها بیان شده است، خصوصا در کتاب وجیز در اصول فقه آمده است که اول داننده زبان عربی باشد، چون که نصوص شرعی با زبان عربی ثابت شدن. اگر او زبان عربی رو بلد نباشد، از علم صرف و نحو با خبر نباشد، فرضاً همچنین که در کتاب حکایت صحابه یا فضایل اعمال آمده است، برای مفسر دانستن 19 علم شرط است. همه علم‌ها را نداند اگر اون مفسر شده نمیتواند. یعنی برای مجتهدان دانستن اولا زبان عربی، یعنی با زبان عربی شناس بشه، علم صرف و نحو و بیان و منطق و فصاحت و بلاغت، همه اینها را باید بداند، درک کند تا اینکه نصوص شرعی را معنا کرده بتواند. و دیگر عالم به قرآن باشد، یعنی به معنی اون که آیات‌های احکام که بعضی دانشمندان 500 تا میگن و بعضی زیادتر، همه آیات‌های احکام را بداند و از یاد از طریق حفظ دانستن شر نیست، اما باید بشناسد. و این چنین علمی ناسخ و منسوخ. چنانچه بدرالدین زرکشی گفتیم فرموده است که از شرط‌های مجتهد تمام سوال‌های وارد شده را جواب دادن نمی‌باشد. مثلا امام مالک را میگن 40 سوال دادن، از 40 سوال 36 تا آن را گفت که نمی‌دانم. و این چنین امام شافعی رحمت الله علیه در بسیار مسائل توقف می‌کردند و بسیاری صحابگان هم از پاسخ گفتن مسائل بسیاری توقف می‌کردند و بعضیشون حتی گفتند که کسی که در تمام مسائل فتوا می‌دهد وای دیوانه است.
این همه در حق مجتهدی مطلق است. درباره مجتهدان هفته سپاری شده گفته گذاشتن، یعنی مجتهد مطلق میشن، مجتهد مستقل یا مجتهد در مذهب، مجتهد در مسائل شرعی. اجتهاد خود پیغمبران هم باشن اگر دو نوع میشد، یعنی در موضوع اجتهاد پیغمبر دو نظر میشه. در تمام اجتهادش مثل در تبلیغ شریعت پیامبران معصوم میباشند، چون که پیامبر علیه السلام هیچ کس فریب داده نمیتوانست. حتی مصلحتی هم که به او میدادند، اگر مصلحت ناجا یا که یگان پنهانکاری میکردن، توسط وحی الهی به پیامبر علیه السلام خبر داده میشد. گفتیم که پیامبر علیه السلام در تبلیغ کردن امور شرعی، یعنی اون چیزی که از خداوند برای تبلیغ می شود، معصوم هستند و از وی خطا سر نمیزنند، چون که پیغمبر علیه السلام هیچ کس فریب کردن نمیتونست، چون که هر مصلحتی حتی میدادند پیغمبر علیه السلام را توسط وحی الهی خبر داده میشد.